سلام رفقا، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه و هر کجا که هستین زندگی به کامتون شیرین باشه. کامل هستم، میزبان و همراه شما در کانال مستند جنایی. امروز قراره که با هم پرونده عجیب از اعترافات تکان دهنده همسرکش‌ها در مشهد را با هم بررسی کنیم. قبل از هر چیز خوشحال میشم اگه به این تیپ محتوا علاقه‌مندید حتما صفحه ما را سابسکرایب و ما را دنبال کنید. اگر دوست داشتید ممنون میشم ویدیو را لایک کنید، چرا که با این کارتون باعث میشید خانواده‌مون روز به روز بزرگ و بزرگتر بشه. بریم با هم جزئیات پرونده را بررسی کنیم. 3 جنایت وحشتناک خانوادگی در حالی طی 24 ساعت در مشهد رخ داد که 2 نوجوان دخلو هم به شدت مجروح شدند و همسرکشان نیز در اعترافات تکان دهنده به تشریح زوایای مختلف این جنایت پرداختند. اولین ماجرای وحشتناک همسرکشی بامداد 14 اردیبهشت هنگامی فاش شد که مردی با پلیس 110 تماس گرفت و از مرگ همسرش پس از درگیری خانوادگی خبر داد. طولی نکشید که خودروهای پلیس وارد خیابان مهدی آباد 30 در شهرک شهید رضایی شدند و با حفظ صحنه جنایت مرد تبع خارجی افغانستانی را در حالی که به مقر انتظامی انتقال دادند که قاضی ویژه قتل عمد مشهد دستورهای محرمانه‌ای را برای بررسی مقدماتی صادر کرد و خود نیز عازم شهرک شهید رضایی قلعه ساختمان شد. دقایقی بعد گروه تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد نیز به سرپرستی سرهنگ ولی نجفی رئیس دایره قتل عمد نیز به محل جنایت رسیدند و بدین ترتیب تحقیقات میدانی قاضی دکتر صادق سفری برای بررسی زوایای پنهان این جنایت وحشتناک در حالی ادامه یافت که در ساعت 2 بامداد تعداد زیادی از اهالی محل نیز در اطراف منزل محل وقوع قتل تجمع کرده بودند. به همین خاطر با دستور مقام قضایی تدابیر خاصی برای امنیت محل به اجرا درآمد و جسد نیز به پزشک قانونی منتقل شد. از سوی دیگر متهم افغانستانی تحت الحفظ کارآگاهان به صحنه جنایت انتقال یافت و در حضور قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به تشریح این جنایت هولناک پرداخت. متهم این پرونده جنایی که حدود 37 سال دارد در اعترافات تکان دهنده به مقام قضایی گفت قبلا با همسرم و 2 فرزندم در قزوین زندگی می‌کردم، اما اختلافات خانوادگی بین ما شروع شد و همسرم سر ناسازگاری با من گذاشت. این بود که پیشنهاد همسرم به مشهد آمدیم و در محل مهدی آباد ساکن شدیم. این اختلافات خانوادگی تعدی پیش رفت که من دچار سوء ظن شدم و به همین خاطر رابطه عاطفی سردی بین ما به وجود آمد. متهم به همسرکشی در حالی که سعی می‌کرد همه این حوادث تلخ را به مشکل مغزی گره بزند، در ادامه اعترافاتش گفت من مشکل مغزی دارم، به همین دلیل به همسرم گفتم با من بس صحبت نکن چون این حرفا به درون قلبم میرود و سپس به مغزم میزند. ولی او بی توجهی به من نمیکرد و مرا از خودش میراند. تا اینکه امشب باز هم به خاطر همان رابطه سرد عاطفی به من کم معلی کرد. من هم به شدت عصبانی شده بودم، گلویش را با دستم فشار دادم و زمانی که بیجان شد با پلیس 110 تماس گرفتم. اما افسر انتظامی گفت شاید هنوز همسرت زنده باشد. این بود که به اورژانس 115 هم زنگ زدم و دقایقی بعد توسط نیروی انتظامی دستگیر شدم. در پی اعترافات سریع مرد افغانستانی که همسر 25 ساله اش را خفه کرده بود، قاضی ویژه قتل عمد از او خواست تا چگونگی قتل همسرش را به طور عملی روی عروسک خرسی صورت رنگ فرزندش اجرا کند. او نیز روی کف اتاق دراز کشید و گلوی عروسک را با دستانش فشرد که همه آنها طبق نظر پزشک قانونی با واقعیت‌های صحنه قتل مطابقت داشت. پس از بررسی ابعاد مختلف این جنایت، متهم به قتل با دستور قضایی به دایره قتل عمد پلیس آگاهی منتقل شد تا تحقیقات بیشتری در این باره صورت بگیرد. در حالی که هنوز ماجرای همسرکشی مرد افغانستانی ادامه داشت که حدود ساعت 15 بعد از ظهر 14 اردیبهشت زنی با اورژانس 119 مشهد تماس گرفت و مدعی شد همسرش با ضربه چاقو مجروح شده است. اما وقتی امدادگران اورژانس به محل حادثه وقوع در خیابان کشاورز 5 رسیدند، با جسد مردی حدود 33 ساله روبرو شدند که بر اثر وارد آمدن تیغه چاقو به قفسه سینه به قتل رسیده بود. بنابراین طولی نکشید که نیروهای انتظامی در جریان قتل قرار گرفتند و مراتب را به قاضی ویژه پرونده‌های جنایی مشهد اطلاع دادند.
دقایق بعد با حضور قاضی دکتر صادق سفری در محل وقوع حادثه، تحقیقات گسترده قضایی در حالی که آغاز شد که گروه تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی نیز به راهنمایی می‌کردند. جسد مردی به نام علی اصغر بود که در پذیرایی طبقه دوم ساختمان و کنار پنجره مشرف به خیابان افتاده بود. در همین حال همسر سیگه‌ای مقتول که مدعی بود باردار است درباره این جنایت هولناک به مقام قضایی گفت حدود ساعت 14:30 بود که شوهرم با همین وضعیت از بیرون وارد خانه شد و در حالی که به من میگفت کمکم کن عقب رفت و کف پذیرایی افتاد. او در بیرون از منزل درگیر شده و من اطلاعی از این ماجرا نداشتم. این زن جوان در حالی خود را بیخبر از ماجرای درگیری همسرش نشان داد که اشارات او برای قاضی ویژه قتل عمد باورپذیر نبود، چرا که در پی ادعاها قاضی سفری دستور بررسی‌های دقیق درباره وجود لکه‌های خون روی پله‌ها و حتی کفش‌های مقتول را نیز صادر کرده بود و کارآگاهان نیز با بررسی‌های دقیق هیچ نشانه‌ای از وقوع جنایت در خارج از منزل پیدا نکردند. این بود که فاطمه زیر رگبار سوالات انعرافی و تخصصی قرار گرفت. او در اثنای اشاراتش به اختلافات شدید خانوادگی اشاره کرد و گفت مقتول شوهر صیغه من است. او دیشب از شمال کشور به منزل آمد و چنین تصور که فردی به غیر از من داخل خانه است. به همین خاطر درگیری بین ما شروع شد و او با لگد در ورودی منزل را شکست که آثار آن هنوز هم وجود دارد. منم با کلانتری محل تماس گرفتم که آنها به منزل آمدند و این حادثه را صورت جلسه کردند. امروزار هم وقتی از بیرون منزل به خانه بازگشت زخمی بود و به من گفت کمکم کن. در حالی که زن جوان همچون ادعای خود را تکرار می‌کرد، ناگهان قاضی ویژه قتل عمد از وی درباره جراحت روی دستش پرسید که متهم با نگرانی و اضطراب گفت این زخم‌ها مربوط به درگیری شب گذشته با شوهرم است. من از او باردارم و دلیل ندارم که دروغ بگویم. خلاصه در پی ادعاهای این زن جوان، قاضی سفر اتهام قتل عمد شوهرش را به وی تفهیم کرد و بدین ترتیب او را در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت تا بررسی‌های بیشتر در این باره صورت بگیرد. و مورد بعدی قتل همسر با 24 ضربه کارد. زوایای دو ماجرای وحشتناک همسرکشی در حالی زیر ذره‌بین تحقیقات قضایی قرار داشت که ناگهان صدای زنگ تلفن در بامداد 15 اردیبهشت نیز خواب را از چشمان قاضی ویژه قتل عمد مشهد رو بود. خبر همسرکشی دلهره‌آور سومین ماجرای همسرکشی طی 24 ساعت گذشته بود که مقام قضایی را به خیابان شهید سوراخچی پنج کشاند. اما این حادثه زمانی وحشتناک‌تر شد که سرگرد سید قطبی رئیس تجسس کلانتری خواجه ربیع از وخامت حال نوجوان دوخوری نیز خبر داد که هدف ضربات هولناک کارد قرار گرفته بودند. به همین دلیل سومین ماجرای همسرکشی اهمیت ویژه‌ای یافت، چرا که هر لحظه احتمال داشت خبر تلخ دیگری در بیسیم‌های پلیس به گوش برسد. طولی نکشید که با حضور قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در محل وقوع جنایت، تحقیقات درباره این حادثه وحشتناک وارد مرحله ذهنی شد، چرا که الهه زن 30 ساله با 24 ضربه کارد به قتل رسیده بود و دختر و پسر دوقلو خواهر و برادر مقتول نیز در بیمارستان شهید هاشم نژاد بستری شده بودند. پیگیری‌های قضایی نشان داد الناز دختر 16 ساله به خاطر وضعیت وخیمی که داشت به اتاق عمل انتقال یافته و زیر عمل جراحی قرار گرفته بود، اما وضعیت الیاس کمی بهتر از خواهر دوقلویش بود. در همین حال متهم به قتل که با حضور موقع گروه کارآگاهان و نیروهای تجسس کلانتری خواجه ربیع در اطراف منزل پدرش دستگیر شده بود، مورد بازجویی تخصصی قرار گرفت و به قاضی دکتر صادق سفری گفت سال 93 با همسرم ازدواج کردم، البته قبل از او همسر دیگری هم داشتم. اوایل ارتباط دو همسرم با یکدیگر بسیار خوب بودند و من هم 22 سال کارمند یکی از مؤسسات مالی اعتباری بودم که اکنون نیز فعالیت دارد، ولی بعد از آن بیرون آمدم. در این شرایط اختلاف بین همسرانم آغاز شد و تا حدی رسید که به ناچار همسر اولم را طلاق دادم. او از همان ابتدا مخالف ازدواج مجدد من بود، ولی من توجهی نمی‌کردم تا اینکه مدتی بعد به همسرم سوءظن پیدا کردم و با آنکه مسیر قانون را در پیش می‌گرفتم ولی باز رضایت می‌دادم و پرونده مختومه می‌شد.
خلاصه این اختلافات به جای رسید که همسرم از حدود 10 روز قبل با حالت قهر منزل را ترک کرد و به خانه پدرش رفت و در همین حال هم اصرار به طلاق داشت. امشب هم وقتی او را با آرایش غلیظیدم با او تماس گرفتم، ولی مانند همیشه ماجرا را انکار کرد و مرا برای دعوا فراخواند. من که برای گفتگو با همسر به منزل پدرش رفته بودم، ناگهان به خاطر پاسخهای سربالای او عصبانی شدم و چاقو را بیرون کشیدم. در حالی که ضرباتی بر پیکر همسر وارد می‌کردم، خواهر و برادرش نیز جلو آمدند و که آنها را با همان چاقو زدم. و تحقیقات افسران دایره تجسس که با نظارت مستقیم سرهنگ روح الله شجاعی رئیس کلانتری خواجه ربی و بعد از دستورهای محرمانه مقام قضایی ادامه داشت، بیانگر آن بود که زوج مذکور دختر 7 ساله‌ای دارند و رضا متهم قبل از دستگیری قصد خودکشی داشته که با حضور موقع نیروهای انتظامی این تصمیم وی نافرجام مانده است. دوستان خیلی مخلصیم. به انتهای پرونده امروز رسیدیم. خوشحال میشم نظراتتون رو توی قسمت کامنت ها برام بنویسید. ممنون که هستید. تا یک ویدیو دیگر و همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم.